امسال دو کرات قهرمان مهنت سوسیالیستی سیدخواجه اورونخوجایف 120 ساله شد، ولی چون به نظر می رسد که کور و پیکار او را به تدریج به باد فراموشی سپرده می شود. سیدخواجه اورونخوجایف یکی از چهره‌های معروف خلق تاجیک است که برای پیشرفت و شکوفایی وطن خدمت‌های ماندگاری کرده است. زمان تاجیکستان را در سابق اتحاد شوروی به نام او می‌شناختند. سیدخواجه اورونخوجایف سال 1901 در دهه شیخ برهان اویزد خوجند ولایت فرغانه امپریای روسیه به دنیا آمده است. از سال 1936 تا سال 1967 در ناحیه خوجند به حیث رئیس کلخوز کار کرده است. کلخوز مسکو که اورونخوجایف روبری میکرد یکی از بزرگترین کلخوزهای آن دوران بود و سالانه 20 میلیون سوم درآمد داشت. به غیر خود او که دو کرات قهرمان مهنت سوسیالیستی شد، باز 18 کلخوزچی کلخوز مسکو صاحب چنین عنوان شدند که در تاجیکستان یگان کلخوز دیگر چنین دستاورد نداشت. بار اول سال 1948 به مناسبت 30 سالگی انقلاب اکتبر به او عنوان قهرمان مهنت سوسیالیستی را دادند. مرتبه دوم سال 1957 برای سهم ارزنده در ساختمان قصر ارباب به این عنوان سرفراز گردید. با سروری این ابرمرد نه تنها قصر ارباب بلکه مکتب اینترنات برای 600 تربیت گیرندگان، سناتور موزه خباتاغ، 2 بیمارخانه، 3 درمانگاه، 16 بنگاه طبی، 2 باغچه دایم عمل کننده و 14 باغچه موسمی بنیاد شدند. سیدخواجه اورونخوجایف به فرهنگ ملی احترام بلند داشت و دایم جامعه توقی به بر میکرد. حتی به چهاربینی‌های رسمی با لباس ملی میرفت. مثلا سال 1960 شورای عالی SSR قرار میکند که وکیلان به جلسه با لباسهای رسمی حاضر شوند، اما سیدخواجه اورونخوجایف اشتراکش را در آن رد مینماید. این متصدیان را وارد میسازد که به قرار به مضمون ذیل تغییرات وارد سازند. به غیر از دو کرات قهرمان مهنت سوسیالیستی سیدخواجه اورونخوجایف، دیگران باید با لباس رسمی حاضر شوند. سیدخواجه اورونخوجایف 14 سپتامبر سال 1967 در سن 66 در زادگاهش دهه شیخ برهان از عالم چشم پوشید و در شفت قصر ارباب ساختش به خاک سپرده شد. بعد مرگش کلخوزی را که او راهبری میکرد به نامش گذاشتند و در صحن قصر ارباب نیم پیکرش را هم گذاشتند.